سلام، خیلی خوش اومدید به اولین قسمت از چهارشنبه ها با سینا. توی این مجموعه که هر هفته چهارشنبه ها میخواد منتشر بشه، ابزارها، گجت ها و همه مواردی که به درد ما مهندس ها، خصوصا مهندس های دریا میخوره رو میخوایم معرفی بکنیم و امیدواریم که به دردتون بخوره. خب هفته اول چون شروع کار با خیلی از سایت های بیسیک و پایه شروع میکنیم که بیشتر نیازتون توی دروس پایه و سرویس اینا به دردتون میخوره، که این هفته 4 تا سایت آوردیم که دونه دونه معرفیشون میکنیم، کاربردشون رو میگیم و امیدواریم که ازشون بتونید به بهترین نحو و احسن استفاده بکنید. خب سایت اول سایت شبیه سازیه که مال دانشگاه کلرادوه که آدرسش رو براشون قرار میدم. توی این سایت شما میتونید، حالا من یه صفحه برم عقب‌تر که بهتر مشخص بشه، میتونید فرمول های فیزیک، شیمی، حالا ما زیست نداریم، زیست و ریاضیات رو توش شبیه سازی بکنید که حالا من فیزیکش رو تست میکنم و میتونید فرمول ها رو شبیه سازی بکنید. اگه مثلا گزارشگاه آزمایشگاهی دارید، فرمولی به دست آوردید، میخواهید شهودش رو بررسی بکنید، این سایت داده سازی میکنه، شبیه سازی میکنه و میتونید استفاده بکنید. خب همین اولیش هم اتفاقا شناوری باشه رو باز میکنیم که ما رو هدایت میکنه به صفحه شبیه ساز که امیدوارم قابل مشاهده باشه. وای میستیم که بیاد. البته این خیلی پایه است، از این پیشرفته تر هم داره و کاورش رو میزنیم و مثلا یه همچین فضایی رو میاره که حالا از این بالا سمت راست میتونید مثلا چگالیش رو عوض بکنید، یا مثلا جنس این مکعب رو عوض کنید، این پایین هم جنس شاره رو عوض بکنید و رو هر چیزی که خواستید بذارید. حالا مثلا دوباره اینو برمیگردونم بالا. کلا سایت شبیه سازیه و به درد درک کردن فرمول های خصوصا فیزیک میخوره. خب سایت بعدی که میخوام معرفی کنم سایتیه که برای درس معادلات دیفرانسیل که ابتدای کار داشتیم و حالا درس هایی که معادلات دیفرانسیل دارن به درد میخوره. سایت مفدیف که توش میتونید معادلات دیفرانسیل خودتون رو بدید و براتون حل بکنه. من الان برای نمونه معادل دیفرانسیل بهش میدم و ازش میخوام که برام حلش بکنه. معادله‌ای که من میخوام بهش بدم فرضاً معادله x به توان 2 y پریم مساوی x y به علاوه 3 تا مثلا x2 به علاوه y2 تانژانت وارون yx که ازش میخوام مثلا اینو حل بکنه و حل میکنه و همونطور که میبینید حالا چک میکنه معادله کامل هست یا نه و همونطور که توی حالا درس معادله دیفرانسیل خودمونم بهمون یاد دادن در نهایت میاد از تغییر متغیر مثلا yx هم استفاده میکنه. سایت خوبیه. همین بالام که نوشته معادلات مثلا برنولی و ریکاتی و اینا رو میتونه حل بکنه، کوشی اویلر و بقیه مواردی که تو درس معادلات دیفرانسیل داریم. و سایت بعدی که میخوایم معرفی بکنیم در واقع یکی از بخش های اون سایت با حساب که احتمالاً حداقل یک بار بهش مراجعه کردید و حالا برای تقویم ها اینجور موارد. ولی توی این سایت شما میتونید رسم نمودار هم داشته باشید برای ریاضی دو. خیلی به دردتون میخوره، هرچند یکی از ضعف‌های این سایت اینه که تابع چند ضابطی بهش نمیشه داد، ولی حالا بقیه موارد رو ساپورت میکنه. مثلا تابع مثلا x2 به علاوه 6 رو بهش بگیم رسم بکنه، خب این کار رو منطقا انجام میده که خب من زوم اوت کنم چون x2 به علاوه 6 اینجا در میاد. و
تابع های هایپربولیک و سینوس هایپربولیک، کوسینوس هایپربولیک و تانژنت و کوتانژنت هایپربولیک و حالا قدر مطلق و لوگاریتم و همین چیزها رو هم ساپورت میکنه و امیدوارم که برای رسم توابع بیسیک و درک اونها به دردتون بخوره. و آخرین سایت که در واقع به درد بیشتر دروس عمومی و معارف میخوره، سایت اسپیچ تکستر که توش میتونید با پشتیبانی از زبان فارسی توش میتونید حالا من الان دارم صحبت میکنم، توش میتونید حرف بزنید و این براتون تایپ میکنه. حالا من الان باید آهسته صحبت بکنم. نزدم که تایپ کنه، الان شروع میکنه تایپ کردن. آره، بعد به درد میخوره اگر متن بلندی دارید یا حوصله تایپ ندارید یا اصلا یه جزوه دستنویس نوشتید و میخواهید که این رو تبدیل بکنید به تایپ شده، این سایت خیلی به دردتون میخوره و میتونید از اینجا از این علائم هم با گفتنشون استفاده بکنید. حالا من چون دارم خیلی تون صحبت میکنم نسبتاً کم میاره، ولی خودم دوران دبیرستان برای تبدیل جزواتم به تایپ شده از این سایت استفاده میکردم و خطاش خیلی پایینه خدا رو شکر و میتونید استفاده کافی رو ازش ببرید. خب هفته اول معرفی گجت ها و سایت های مرتبط با مهندسی و خصوصا مهندسی دریا همینجا تموم میشه و امیدوارم که از این 4 تا سایت بتونید به بهترین نحو و احسن استفاده ببرید. لینک سایت ها و توضیحات بیشتر رو داخل کپشن براتون می نویسم و تا هفته بعدی و معرفی گجت ها و ابزارهای بیشتر، خدا نگهدارتون.